سلام علیکم. ما یه اتفاق خیلی ناگواری افتاد. بچه این ویدیویی که میبینین صدا نداره تا یه جاییش. ما اومدیم نصف راهو رفته بودیم، قشنگ نصف راهو رفته بودیم و دیدیم که صدا ضبط نشد. تازه اونم من یهو گفتم بذار تستش رو ببینیم. خب بچه ها میایم سراغ چیدن ساندویچ. مرغمون رو آماده کردیم و شد این ترکیب مرغ و قارچ و ژامبون. دستکش رو لطف کن برام بده. متشکرم. مانی برو خود پیدا کن. اینو بده. اون تو زیاد خیس نکن. خب خانیومم نزن به من. خب طول میکشه. لای لای حالا لای لای حالا لای 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 لای. خب شیارخور با نمک. من میام برای داداش دستات تو حلق منه. دست آنی اینو خیس میشه. اونو تو زیاد خیس نکن. گوش به قدر به مقدار به قریب الفقبا به قریب الفقبا چی؟ و الشمس الجبارین و الکوکب المفلسین. چرا دعوا داری مانی؟ فقط 299 تومن در شاپورآباد قرقزباد.
بابا. بچه ها کارو یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا امام حسین این سراغ ژامبون یا امام قارچ. جعفر کاظم مین. فقط تا هفته دیگه بدو این حجم از ساندویچ رو فقط از ما میگیری 297 تومن. جای پارک هم داریم. با جدی باید اصلا معلوم نیست چی میرزن تو ساندویچ اینطوری میدن قیمتشون. ما یه بارم توانی رفتیم بچه ها اسهال گرفتیم برگشتیم. حالا زشته حرفشو زدم بره خوب. گلاب براتون یه موقع بچه‌ها دارن الان غذا میخورن گوشتشون شده. ببخشید شرمنده‌تونه. خب خواستم بگم که نریم. ما یه دونه دیگه نداریم اونجا میزن. مرغ و بین. درن. راحت 8 نفر رو جواب. بیشتر 10 نفر. 10 نفر متوسط خورد. چجوری ریختی؟ من یه لایه سس یه لایه جام، یه لایه سس یه لایه جام، یه لایه سس یه لایه جام، یه لایه سس یه لایه جام. چجوری قرار اینو ببندی؟ همون من دارم تو مغزم فکر اونجا رو تا آنیتا پر میکنه من برم سراغ پنیر. بچه‌ها پنیر رو رفتیم آبش کردیم. چرا داد زدم ولی خوب پنیر رو رفتیم. عجب متاییه. به بچه ها ما اومدیم با پنیر داغ. اینو خیلی بد برش زدی. نه بد نی خوش شده دیگه. با تو بد. الان میریزه. خب بد سوپ تو کش پنیر از تهران تا قم کش پنیر. دروغ میگی اصلا که نل شو. تو سه شده من دادم یه چیزی. اوه خیلی چربه. روغن کاسپیان استفاده کردیم. این اینجا پخشش خیلی چربه. قراره بمیریم. این با این فهم ببین. اوه خیلیه. من اینجاش هم یلا میریزه. خب بریز. آره بریزه. بچه ولی واقعا پنیر پیتزا نخورید چون این چیزایی که ما داریم میخوریم و برامون درست میکنن نه چیزیه که بگیم حالا با کیفیت درجه‌ای که من دستکشامو انداختم. چی؟ بذار باشه عزیزم. نه بذار اجازه نمیده. تو این وضعیت بد نامرد اقتصادی که باید پیش بری با درد اقتضایی که باید پشت سر 2 چشم بذاری. دوباره وسط میزی و به من راه نمیدی. مشتی بس کن به مولا سکته خانومم خب اتاقم دیگه اتاق نیست عملا خونه است. میریم و بیایم برای پیچیدنش دنش کشش. تا من اینو باز میکنم که هیچ وقت باز نمیشه لایک و سابسکرایب یادتون نره. بیبیا باز شد. آمریکا بچه ها هیچ گردتون نمیتونه کنه. به خدا میریم برای سلفون. اینو بپیچیم جمع بشه بعد میچسبونیم به همون میپیچیم. حالا بهت میگم اینو بگیم
نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشم. وای مانی مگه چیکار کردم؟ خیلی بد کاری کردی. برو عقب. بیمزه. چته؟ چه کاری داری؟ با کی کار داری؟ من میکشم یه فشانه پایین. مگه فوشت داده؟ چقدر خوب بسته شد نگاه کن. براق این قرار باشه اینقدر. یعنی میشه؟ نه فکر نکنم. ولی ما چون این ساندویچ از عرض میزمون بزرگتره، این هم میذاریم به عنوان میز. خب دانلود مغز کاملا من ناخون باز میکنی. اون ببین چیکار کرد. میگم یکم مزه آهن میداده. آخه من آهن خونم یکم افتاده بود. بچه اینا رو میندازیم پایین. این بدترین جا اینجا. یه چاقو با هم بده. این مونو علاف خودش کرد. ببین برای این رو برد. با چی کار داری مانی؟ چیکار میکنی؟ با زندگی داری چیکار میکنی؟ این چیزه نکن. دستتو میبری. چیزه. بچه مصدوم نه باشه تو میتونی پلیز هلپ می باشه داری علی بچه ها متر چیه؟ متر میگو نمیرسه بیا عزیزم بیا 1 متر و 40 سانت. هنوز دو نرسی اگر که لایک و سابسکرایب داشته باشیم ما 3 متر درست ما 4 متر درست. خب یکم کلوزتر گرفتیم. میریم برای برش کار. آماده اید؟ لایک و سابسکرایب. بچه ها توش موزه. سب لایه ها رو خیلی از وسط بریدی میدونی؟ خیلی از بریم برای تستش. بچه ها قراره این ساندویچ ها بین بچه های کار تقسیم بشه. یعنی قرار نیست ما فقط تنها بخوریم و میدونم شما هم راضی به این امر هستید.
بچه‌ها این شد تمام این ویدیو 2 4 6 8 10 12 تا ساندویچ، یکی اونجا 13 تا ساندویچ داد و ما میتونیم دو تا که خودمون 11 تا بچه کارو سیر کنیم. خیلی خوب پیچیدی، فکر نمی‌کردم انقدر تمیز در بیاد. چه دلتون نبود. قربونت چاکرم، دمت گرم. بفرم. ما خوش گذشت. بیاش. نه. بیاش. خیلی خوش. پرفکتو. با خیلی خوش منم. وای. بچه توش مواد ریخته. خب مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودی. لایک و سابسکرایب و یادت زنگوله نره. یادت بذار روی نره. آل که هر موقع ویدیو گذاشتیم به یکی مانیتور هست ویدیو گذاشته. خیلی دوستتون دارم. خداحافظی. داشتی چیکار می‌کردی؟ داشتی چیکار می‌کردی؟ آخه یه جوری از سر جا داشتی چیکار هیچ می‌کردی؟ کاری نمی‌کنم. آقا متر باید فیلمو ببین. عجب آدمیه. داشتی چیکار متر رو بده. داشتی چیکار آقا می‌کردی؟ برو فیلم من ببین. بلند شدی یهو. چرا شبیه بچه شیطونت شدی تو؟